لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب لبيك لبيك جئنا محرمين لبيك من كل البقاع لبيك يحملنا الحنين لبيك يا الله والشوق دوما في ابتسام لبيك يا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت بوده باشید. البته ما باز هم با ویژه برنامه رکن پنجم شامگاه هفتم ماه ذوالحجه سال 1438 هجری خدمت شما عزیزان هستیم. مفتخر هستم که جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز را با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب دکتر تقدیم نموده، ایشان را خیر مقدم می‌کنم. خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم و ما افتخار بنده است که در خدمت شما و بینندگان عزیز باشم و عرض ادب و سلام ویژه هم خدمت مؤمنان و متقیانی که ما رو همراهی میکنند در برنامه‌های رکن پنجم و این روزهای با سعادت، روزهایی که بهترین روزهاست نزد پروردگار یکتا. در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از ویژگی های عمل صالح و نیک در این روزها میفرمایند که این عمل صالح و نیک در این روزها از هر وقت دیگه پیش خداوند و از هر عمل دیگه با ارزشتر و عزیزتر هست. حتی صحابه تعجب افتادند که یا رسول الله، یعنی حتی از جهاد در راه خدا که این همه عبادت سخت و مشقتباری هست و نیاز به ایثار و گذشت و خود فروختن داره در راه خدا و جانفشانی، فرمودند حتی از جهاد در راه خداوند مگر اون مجاهدی که به میدان کارزار رفت با مال و با جسم و جان و همش و از اونجا برنگشت. این یه ویژگی خاصی داره که خودش رو به خداش فروخت. اما در غیر این از همه عبادت ها این روزها عبادت درش عزیزتر از پیش خداوند متعال. تشکر. سلامت باشید جناب دکتر. به همین مناسبت موضوع برنامه ما هم هست حج بوستان عبادت. این روزها واقعا روزهای مهمی بوده که عبادت و هر عمل نیک در این روزها بهتر از هر عمل دیگر، حتی از جهاد فی سبیل الله بوده. نیاز است که روی عبادت صحبت بکنیم. مراسم حج هم فکر میکنم فردا که 8 ذوالحجه است عملا آغاز می شود و حجاج بیت الله حرام از مکه مکرمه و اطراف مکه به سوی سرزمین منی می روند. بله واقعا، یعنی یک نقطه‌ای رو باید اینجا اشاره کرد. هممون آرزو داشتیم و آرزو داریم که ای کاش همراه با حاجیان می بودیم و هممون به اصطلاح جسممون، تمام سلولای جسممون عشقشون رو ابراز میکنه که ای کاش ما با مؤمنان در منی همراه میشدیم فرداش. اما من میخوام فقط به یه نقطه اشاره کنم و اون اینی که این روزها فقط مال حاجیان نیست.
دهه ذوالحجه دهه ذوالحجه هست. یعنی ذوالحجه وقتی که طلوع کرد، ماه ذوالحجه اومد، فقط در مکه مکرمه نیومد، برای همه مؤمنان اومد و این ویژگی رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شامل کرد، برای همه مؤمنان هست. این ویژگی دهه ذوالحجه فقط مال حاجیان نیست. حاجیان در واقع نمایندگان ما هستند به سوی خداوند متعال. جالب اینجاست که وقتی که یک حادثه بزرگی چه در زندگی ما بخواد اتفاق بیفته، چه در سیستم مدیریتی کشورها مثلا بخواد اتفاق بیفته، یا در کل کون و مکان یک انقلاب صورت میگیره. یعنی مثلا ما وقتی میبینیم که قرآن کریم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شد و روند دعوت اسلامی پیش رفت، اما یک تحفه گرانبهایی بود که خداوند متعال به مؤمنان میداد. برای این تحفه گرانبها قرار نمیشد که به اصطلاح جبریل بیاد و به پیامبر بگه که مثلا خداوند متعال بر مؤمنان 5 وقت نماز رو فرض کرده. برای این باید پیامبر پیک آسمون باید به آسمون سفر کنه و پیامبر رو خداوند متعال از زمین برداشت، بردش به آسمان هفتم و در اونجا در به اصطلاح سدرة المنتهی اونجا با تحفه ویژه نماز برگشت. حج یک عبادتی هست که مال پیامبر نیست، مال مؤمنان این زمان نیست، مال بشریت هست. یعنی قبل از ایجاد بشر و خداوند متعال در مورد خانه خودش میفرمایند وضع للناس، گذاشته شد برای مردمان. یعنی گذاشته شد، کسایی که گذاشتن مردم نبودن که برای مردم ها گذاشتنش، پس این قبل از خلقت بوده. پس این حج با خلقت ما مسلمان ها یا ما بشر انس داره. جایگاه اول ما بشر هست. درست. خداوند متعال وقتی که ما رو خلق کرد در میدان عرفات، همه ما از ما پرسید که الستو بربکم، مگه من پروردگار شما نیستم؟ ما گفتیم بله. این بلا و این به اصطلاح اعتراف و اقرار ما بر وحدانیت الله متعال یک حدث کونی هست، یک زلزالی هست در فکر و اندیشه، انقلاب بزرگی هست. یک انقلابی که حتی فرشتگان مونده بودن که وقتی که به اصطلاح خداوند بنی آدم رو خلق کرد گفتن که اینا فساد میکنن، به اصطلاح خون میریزن و اینا، چون که فرشتگان دیده بودن که این انسان این اختیار بهش داده شده، اجبار نداره، میتونه اختیار انتخاب کنه و غالب الامر راه کج رو انتخاب خواهد کرد. اینجا ما یک پیمانی رو با خودمون بستیم. هر سال باید بشریت، تمام بشریت اونجا جمع بشه و تجدید و عهد و پیمان بکنه. چون که جمع شدن کل بشریت امکان پذیر نبود، خب بعضی ها نمیتونن، بعضی به من به اصطلاح خداوند متعال این رو رحمت به این بشر قرار داد، لمن استطاع الیه سبیلا، برای اونی که توانمندی داره. اونی که توانمندی داره به نیابت از بی‌توانها خودش، به اصالت از خودش، به شخصیت خودش میاد و همچنین به اصطلاح افرادی که پشت سرش رها کرده و اومده از دیگر هم قومها و هم ملیتها و هم شهریها و هم روستاییها و همه اینا جمع میشن اونجا. پس جمع شدن اینجا یعنی ما مثلا با خدامون هر روز در تماس هستیم، هر لحظه در تماس هستیم. اصلا نماز ما معراج المؤمن هست. خب ما نماز در عروج هستیم به جانب خداوند، اما این کفایت نمیکنه. خداوند متعال ما رو میخواد. کجا میخواد؟ تو شهر فلان نه، حتی تو مکه ما رو نمیخواد. تو مکه خب ساختمان‌های مکه هست و زندگی مرفه مکه هست و نمیدونم هتل‌های شیک هست و نمیدونم رستوران‌های خوب، اونجا ما رو نمیخواد. ما رو یه جایی میخواد که فقط و فقط اونجا رفته باشیم برای خدامون. تو یک صحرای بی آب و علف که بین ما و خدامون هیچ سقفی هم نیست.
اونجاست که ما رو میخواد اونجا که بریم تجدید عهد و پیمان میکنیم با خدامون و با کل این به اصطلاح مفاهیم عبادتی که خداوند متعال برای ما گذاشته، برای تربیت و آموزش ما گذاشته. درست. استاد رحیمی بزرگوار وقتی که ما نگاه میکنیم به حج میمونیم که حج آیا عبادت فردی است یا عبادت اجتماعی است؟ حتما که اجتماعی است. اگه بگیم عبادت اجتماعی است میبینیم که نه، اجتماعی نیست. یعنی در حج ما یک کسی رو نداریم که مثلا امام باشه حرکت کنه ما پشت سر اون حرکت کنیم. نه خیر، هیچ ربطی عبادت حج من به هیچ انسان دیگه ربطی نداره. تصور کنید مثلا خدای نکرده یک اتفاقی بیفته که هیچ انسانی نتونه بره حج. خب یه انسانی هست که استطاعتش رو داره. بله. همون یه نفر باید حج بکنه. حج بره. یعنی یه حجی میشه با یه نفر. خب پس این جمهور هر یکی خودشه، هر یکی وظیفه خودش رو داره. مادر با فرزندش رفته، فرزندش جداست، مادر جداست، هر یکی حسابش حساب خودشه. عجیب هست، یعنی بزرگترین اجتماع تاریخ بشریت که هر سال هیچ جای دنیا 5 میلیون نفر یک جا جمع نمیشن، اما هر سال 5 میلیون و کم و بیش در میدان عرفات جمع میشه. این افراد هر یکی خودش هست. یعنی چی؟ هر یکی اومده در اون میدانی که ابراهیم و بوی ابراهیم هست، اون میدانی که توش صدای قرآن تلاوت میشه که این ابراهیم کان امه، ابراهیم به تنهایی یک امت بود. فرد میره که من ابراهیمم. هر فرد مؤمنی میره اونجا میگه که من ابراهیمم، من همون کاری که ابراهیم کرد و میکنم. پس میره اونجا تجدید و عهد پیمان میکنه با کی؟ با تمام تاریخ ایمان، با تاریخ ایمانی که تار و پودش رو روز اول آدم و حوا بافتن، بعد از اون پیامبران اومدن اون رو زینت بخشیدن، در نهایت کلام حضرت رسول اکرم اومد و اون رو جمال نهایتش رو داد. این لباس ایمانی که اونجا دوخته شده، تمام مؤمنان میرن لباسای خودشون رو میکنن میندازن دور که همون لباس ایمان رو بپوشن. از اونجا یک به اصطلاح یک نیرویی میگیرند، یک قدرتی میگیرند، یک طاقت و یک انسان دیگه برمیگردن که روند عبادی حج همینه که شما رو کلن عوض کنه. اگر فرد به عبادت حج رفت و برگشتش باید چطور باشه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی کسی میره به حج برمیگرده کما ولدته امه، یعنی یک انسان جدید با یک میلاد جدید. یه بار این متولد شد از مادرش، بله. الان میخوایم که این یک باری دیگه متولد بشه، اما از رحم چی؟ از رحم عرفات. از رحم عرفات این مؤمن متولد میشه و میاد. اولین عبادتی که بعد از رحم عرفات انجام میده چی هست؟ اولین عبادتش عبادت جنگیدن است با طغیان، جنگیدن است با هر کسی که جلوی راه من سبز بشه. من کسی رو جلوی راهم متحمل نیستم. شیطان اومدی جلوی راه سنگ به سرت. یعنی یک انسان با یک نیروی جدید، با یک تصور جدید. چرا استاد رحیمی بزرگوار ما اینو میگیم؟ در عبادت حج در واقع تجلیگاه 3 سوره قرآن کریم هست. ما در حج از سوره های قرآن کریم بیشترین سوره‌ای که ما در زندگیمون تلاوتش میکنیم کدوم سوره هست؟ سوره فاتحه هست. سوره فاتحه است که در هر نمازی میخونیم، در هر رکعتش ما میخونیم، در قبل از خواب میخونیم، بعد از خواب میخونیم. هر وقت سوره فاتحه برای ما مرهم دردها و درمان روح و روان ما هست. از سوره های دیگه که ما خیلی اون رو میخونیم بعد از فاتحه قرار میگیرن چه سوره‌ای هستن؟ سوره اخلاص هست و سوره کافرون.
اگر میخوایم به اصطلاح آخرین سوره ای که ما بعد از آخرین سوره هایی که ما میخونیم و سر به بالین میذاریم و میخوابیم در نماز وتر سنت هست که سوره چی بخونیم؟ قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد. نماز فجرمون رو شروع میکنیم، قبل از نماز فجر 2 رکعت سنت میخونیم. سنت هست که باید سوره قل یا ایها الکافرون سوره اخلاص قل هو الله احد. اومدیم حج، طوافمون کردیم، اومدیم به اصطلاح با عهد و پیمان بحثیم با ابراهیم و با خانه خدا، اومدیم پشت به اصطلاح مقام ابراهیم 2 رکعت خوندیم. چی میخونیم؟ باید همین دو رو بخونیم. قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد. ببینید این سوره ها در واقع حج تجلیگاهی هست که این سوره ها رو ما با چشم خودمون میبینیم. اولش سوره فاتحه هست، الحمدلله رب العالمین. یعنی ببینید در زمان قدیم مشرکان چی میگفتن؟ مثلا نمیگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، میگفتن بسمک اللهم. خب حتی در بسیار پیمان نامه صلح حدیبیه وقتی اومدن بنویسند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت علی گفتن که بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل گفت نه، ما الرحمن الرحیم رو نمیشناسیم، بسمک اللهم. به چرا؟ چون که بسمک اللهم یعنی به نام خدای، به نام الله. کدوم الله؟ اون اللهی که لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. این تصور چی بود؟ غلط غلوط مشرکان بود. اون خدایی که آفرید، بعد رفت گرفت خوابید، کار رو به اصطلاح گذاشت به عهده بت‌ها. اما نه، مؤمن اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم. این اولین آیه سوره فاتحه هست که بعد از اون الحمدلله رب العالمین هم، که این پروردگار تنها نه آفرید، بسم الله. کدوم الله؟ اونی که الرحمن الرحیم هست، اونی که رحمتش و مهرش اقتضای اون هست که این چرخش زندگی رو در زیر نظر خودش باشه. یعنی این زندگی و خلایق رو آفرید و به رحمت و رحیمیت خودش اون رو داره مدیریت میکنه. ما که اومدیم، چرا اومدیم به حج؟ رفتیم به حج، حاجی میره به حج، اولین صدای شعار حاجی هم هست لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، که تمام این اعتراف هست و اقرار هست و شهادت هست به چی؟ به عهد اول که ما گفتیم الستو بربکم قالوا بلی. اینا همش داره همون بلا رو، همون بلاست. حرفی که ما گفتیم بله، این بلش الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مهمترین نقطه حج. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها و تنها تو را ای پروردگار ما میپرستیم و تنها از تو استعانت میجوییم. کی؟ من فرد. در این جماعت بزرگ من فرد تنها هستم، میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت جماعی هست اما روحش فردیه. روحش میگه من تنها، و با وجود 5 میلیون انسانی که در کنار من هستند و میتونن منو کمک کنند و من میتونم ازشون کمک بگیرم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها و تنها تو رو عبادت میکنم و تنها از تو استعانت میجویم. بعدش چی؟ اهدنا الصراط المستقیم، بار اله ما رو به راه راست هدایت بده. کدوم راه راست؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایا من اومدم، اینا هم آوردم، اینا هم اومدن که منو به راه راست هدایت بده، راهی به اونهایی که بهشون عنایت کردی، راه اینجا، افرادی که در اینجا قدم نهادن، راه پیامبران، راه صالحان، راه نیکان، راه لبیک گویان، راه مؤمنان، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه اونایی که بر اونها خشم گرفتی و از اونها بیزار شدی، اونها مردود شدن، ما مقبول شدگانیم. بعدش این کفایت نمیکنه، این رو میاییم
اینجا ما گفتیم که خدایا ما نمیخوایم که راه دیگران باشه، راه مغضوب علیهم و الضالین. میخوایم چی؟ قل یا ایها الکافرون. صراحتش میکنیم، ای کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. نه شما، بین من و شما هیچ رابطه ای نیست. شما اون خدایی که من عبادت میکنم و قبول ندارید، منم خدای شما رو قبول ندارم. من اومدم اینجا میگم لبیک اللهم لبیک. خودم تنهایی در بین این جمهور بشریت چطور حرکت میکنن برای من مهم نیست. برای من تنها در مقابل خداوند چطور رفتار میکنم. من تنها هستم که میگم قل هو الله احد. خداوند یگانه است، الله الصمد، بی نیاز هست، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این شناسنامه خدای من هست که من اون رو قبول دارم. بشریت به کجا میره، دنیا چی قبول داره، چی میخواد بگه، برای من مهم نیست. یک درس اینجا بسیار بزرگ هست استاد رحیمی بزرگوار در کجا؟ در همین صحنه وجود این 3 سوره در تجلیگاه حج که این میاد به ما میگه که آقا 2 تا میدان هست در مسیر زندگی، حق و باطل. غیر از حق و باطل در به اصطلاح تصور و بینش مؤمن 2 دایره هست. یه دایره ای هست که این دایره پر از خار هست، دایره پر از سختی است، دایره بسیار تیزی هست، تیزه، یعنی خیلی دقیقه. یه دایره ای هست که باز هست، این رو میگیم دایره تصورات و بینش ها و عقیده. این رو میگیم دایره اخلاق و حقوق. به چه معنا؟ یعنی دایره ای که توش عقیده و مسائل عقیدی هست، این دایره پر از خطر هست. به این معنا که مثلا اون تصوراتی که من دارم، عقیده‌ای که من دارم، بینشی که من دارم، کسی دیگه نداشته باشه، اون به بینش من کافر هست، من به بینش اون کافرم. و این رو ما میبینیم برخی از مسلمان‌ها به یکی دیگه میگن آقا تو کافر هستی، تو زندیق هستی، نمیدونم تو بدعتی هستی. چرا؟ چون که اون تصوری که من دارم و فکر میکنم که درست هست، شما اون رو قبول ندارید. مثلا ما در جامعه خودمون داریم که بعضیا اومدن مثلا به قرآن کریم یک طعنه‌ای میزنن، در حالی که کل عبادت ها رو قبول دارن، پیامبر رو قبول دارن، قرآن رو جملتاً قبول دارن، اما چون که در کلام الهی طعن میزنن ما میگیم اینا کافرن. یعنی کافر به قرآنن. اون دیگه میاد میگه که آقا تو کافر به نبوت هستی، کافر به حدیث پیامبر هستی، کافر نمیدونم یه تصوراتی داره. درست. یا کافر به دین هست کلا. دین رو قبول نداره، اونا کافر هستن. خب کافر باشند. این یک دایره ای هست جدا. و یه دایره دیگه از دایره حقوق که هر انسانی چه حقی داره. اینی که در حج ما این رو روش آموزش میبینیم. یک دوره آموزشی هست که آقا تصورات فرد، تصرفات فرد، اشتباهات فرد، هر چه باشه ربطی به حقوقش نداره. حقوق از عدالت میاد، عدالت اجتماعی. باید هر انسانی حقش رو کامل دریافت کنه. این انسان کی هست؟ یعنی مثلا همسایه هست، همسایه حق همسایگی داره. حالا میخواد مسلمون باشه، میخواد کافر باشه، میخواد خوش اخلاق میشه، میخواد بد اخلاق باشه، حق همسایگی داره. صله رحم هست، رحم هست، حق صله رحمی داره. حالا این صله رحم پدر مادر و خویشا میخوان کافر باشن، میخوان خوب باشن، میخوان بد باشن، بد اخلاق باشن، خوش اخلاق باشن، این یه مسئله دیگه است. بله. این تصرفات اون، بینش اون، تصرفات اون اصلا روی حقش تاثیر نداره. حضرت عمر رضی الله عنه یه روزی همون کسی که برادرش حضرت عمر رو کشته بود اونو دید. برادر حضرت عمر رو کشته بود وقتی که مسلمون نبود. بعد مسلمون بود خلاص الاسلام یجب ما قبله. اسلام هر چه قبل از اون بوده همه پاک میشه، تموم میشه، یه انسان جدید وارد ساحه بشریت میشه. این نفر قبل از اسلام برادر حضرت عمر در جنگایی که بود به اصطلاح برادر حضرت عمر شهید شده بود به دست اینا. بعد مسلمون شد. خب حضرت عمر برادرش رو خیلی دوست داشت.
یه روز این بنده خدا رو دید، دلش گرفت، گفت که یا فلانی، من نمیخوام جلو چشم من ظاهر بشی، من نمیخوام تو رو ببینم. اون طرف گفت که یا امیرالمؤمنین، آیا اینی که از من خوشت نمیاد این حق من رو ضایع میکنه؟ فرمودن نه، حق شما یه چیزی دیگه است، اما اینی که تو زخم کردی، دل من رو زخم کردی، برادر عزیز من رو کشتی، من نمیتونم تو رو دوست داشته باشم، یه مسئله دیگه است. گفت که بس دوستی، زنا برای دوستی گریه میکنن، من حقمو میخوام، حقم که بیاد. حق انسان اینجاست که ما در صحنه حج شما انواع و اقسام انسان ها رو میبینید. بله. یکی شکلش زشته، یکی خوشگله، یکی گردن کلفته، یکی باریکه، یکی خوش اندامه، یکی خوش سخنه، یکی تنه میزنه، یکی نمیفهمه، یکی به اصطلاح سخت مزاج هست، یکی نرم مزاج هست، یکی بیمار هست، یکی همه نوع افراد. بله. یکی رو شما میخواید احترام بذارید، در تصور اون احترام شما بعد بی احترامی هست، عصبانی میشه، همه اینا. کل اینها جای خودش اشتباهاتی انجام میده. بله. در حج هست همه میگن لبیک اللهم لبیک، این میگه یا علی، هر کاری میکنه میگن بس نمیدونن. برخی از بسیار مذهب تراشان اومدن بیشتر رو شستشوی مغزی دادن و بیشتر نمیدونن. حالا که چون که نمیدونه، آیا من باید بزنمش؟ من باید بهش نه، در این مسیر حقی با من داره، حق همسفری، حق همسایگی، با هم داریم همسفریم، همراه هستیم. این حقش رو من انجام میدم به عنوان حق عبادت. این برای من یه عبادته. من خوبی میکنم، عبادت میپندارم، عبادت هست. چون که اینجا مدرسه چی هست؟ عبادت. کل حرکات و سکنات و گویش و رفتار و همه چیزی که در حج هست، حتی تصورات ما عبادت است. حتی تصورات ما هم در حج عبادت است. حج هر لحظهش عبادت است. درست است. اجازه بدید بریم به سراغ میان برنامه کوتاه. نفس راحت بکشن شما هم. خواهش می‌کنم. میان برنامه کوتاه رو میگیریم و برمیگردیم. با ما باشید.
القلوب لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب لبيك لبيك جئنا محرمين لبيك من كل البقاع لبيك يحملنا الحنين لبيك يا الله والشوق دوما في ابتسام لبيك يا با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما عزیزان هستیم. جناب دکتر در مورد تصور عبادی حج صحبت می‌کردن. موضوع ما هم هست حج بوستان عبادت، که حج هر لحظهش عبادت است. جناب دکتر، حج وقتی هر لحظه حج عبادت است، هر تنقلات و حرکات حاجی عبادت است، برخوردش با همسفرش عبادت است، با همسایه خیمش عبادت است، میشه بر ما موقعیت و جایگاه این عبادت حج را در میان بقیه عبادت ها از چه جایگاه برخوردار از حج؟ العموم وقتی که ما مثلا حرف میزنیم از عبادت ها، ذهن انسان برمیگرده به چی؟ به نماز و روزه و زکات. در حالی که انسان مؤمن تمام زندگیش عبادت هست. یعنی چی؟ یعنی همه رفتارش عبادت هست، گفتارش عبادت هست، نشست و برخاست، خوابش عبادت هست، نمیدونم رابطه اجتماعیش عبادت هست، دید و بازدیدش، سر رحمش، رسیدن به فرزندان و به خانمش، همه اینا عبادت هست. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید حتی اون لقمه ای که تو دهن خانمش میذاره، حتی همبستریش با همسرش، که حتی صحابه تعجب کردن که یک انسانی شهوترانی هم میکنه عبادت هست. بله، اون شهوترانی که بسیار در حلال هست میتونست این رو در حرام داشته باشه. یعنی اینی که وقتی ما میخواییم اسلام رو اگر بخوایم معرفی کنیم، اسلام یک ماکت کوچیکی از اسلام اگر بخوایم درست کنیم، این حج هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک کسی میخواد یک ساختمان بزرگی، یک پروژه بزرگی رو اجرا کنه، اول یه ماکتی ازش درست میکنه، یک مدل به اصطلاح کوچیکی، یه نقشه، یه ماکتی که من اینی که درست میکنم به این شکلی خواهد بود. اگر ما بخوایم این اسلام بزرگ رو معرفیش کنیم، خلاصش کنیم، یه ماکت بندیش کنیم، میشه این حج. کسی میخواد بگه آقا خلاصه به من بگو اسلام یعنی چی؟ میگم آقا برو حج. رفتی حج، به حج نگاه کن، این اسلامه. اجتماع و وحدت و انسجام مؤمنان این جزئی از اسلام هست. اسلامی هست که در اون زبانش هست لبیک اللهم لبیک. یک زبان دارن، همه دارن یه زبان حرف میزنن، همه مؤمنان، همه بشریتی که اونجا هستن، همه با هم. حالا آفریقایش هم میگه لبیک اللهم لبیک، آسیاییش هم میگه، اروپایی و آفریقا، همه با جز یک مشت فریب خورده ها. حتی همون فریب خوردهش در اونجا دیگه با اون جمع میگه لبیک اللهم لبیک. حتی اگر مثلا به آخوندش هر چی بخواد بگه، اون بیچاره دیگه اونجا را میفته، چون اون یک اقلیت بسیار کوچیکی در این فضای بزرگ مؤمن، خب اونم نیومده به خاطر شرک. حتی همون کسی که تصوراتش اشتباه است، این همه پول و هزینه کرده و این همه زحمت کشه، نیومده برای گناه، نیومده برای شرک، نیومده برای بدعت، اومده برای دین، برای اون محبت، ابراز و عبادت صادقانه. اما خب یک تصورات اشتباهی بهش دادن. الان در بسیار زبان هست مشترک. همه همسفریم، همه با همیم، همشهریم، انگار همشهریم، همه با هم میریم به مکه، همه با هم میریم به عرفات، به منی، به مزدلفه، همه اینا سفر همسفریم. همه اخلاقمون یکیه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نه بد و بیرا میگیم، نه درگیری با هم داریم، نه فحش میدیم، نه هیچ حرف زشتی از یکی نمیاد بیرون. همه دلها یکیه، همه
خدا رو میخوان، همه امیدشون به خداست، همه ترس و واهمه‌ای دارن از خداست. الان این به اصطلاح تصور این افرادی هست که اومدن برای این عبادت. ما اگر در روند ارکان اسلام نگاه کنیم که به اصطلاح حج میگیم رکن پنجم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بنی الاسلام علی خمس، بر 5 چیز اسلام بنا شده، استوار شده. اولینش همون تصحیح بینش هست، عقیدمون درست باشه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، من فقط خدا و رسولش رو میشناسم، بس غیر از خدا و رسولش هیچ که پیامبر و خداش. الان بعد از اون نمیدونم امامزاده و نمیدونم فلان و فلان، اینا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، غیر از این هیچ نیست. بعد از اون نماز. نماز از عبادت ها ببینیم، نماز و روزه اینا عبادت های جسمی هستن، بدنی هستن، بدن این کار رو انجام میده. نماز ساده تره، روزه یک مقداری مشقتش بیشتره. واسه همین الله تعالی اول نماز رو آورد، چون آسان تر بود و ما میتونستیم بهش انس بگیریم و حرکت کنیم. بعد از این که در نماز پخته شدیم اومد روزه، عبادت مشکل تر، که هم عبادت مشکل تر، اون هم جسمی هست، اما با وجود اینی که بدنی هست یک نوع انگیزه آفرین هست برای احساس کردن به گرسنگی دیگران و در نتیجه انفاق کردن، یک انگیزه انفاقی رو در ما به وجود میاره. بعد از این مقدمه چینی اومد چی؟ عبادت مالی زکات بود. این سخته برای انسان که از مالش به کسی بده، چون طبیعت انسان گرفتن است و دوست داشتن مال و ثروت هست. خب الان که آمادگی مقدماتی شد، الان دادن مال هم راحت شد. الان نماز خوند، روزه رو گرفت، زکات رو داد، الان یک عبادتی هست که همه اینها رو در بر بگیره. عبادتی هست که خلاصه سخن، خلاصه عبادت که همه اینا رو در بر بگیره، حج هست. و اون حج بوی جهاد میده. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در معرفی حج میفرمایند حج عبادتی هست، جهادی هست بدون شوکه، جهادی هست که تو اون نیزه و جنگ نیست، اما مشقت جهاد رو داره، سفر جهاد رو داره، دور شدن از همگان رو داره. خب این عبادت حج در واقع همه این عبادت ها رو جمع میکنه. وقتی میاییم در داخل حج هم نگاه میکنیم میبینیم که نماز که همه نماز رو داریم ما، نماز ساقط نمیشه. ساقط نمیشه چی کار میشه؟ یه ویژگی پیدا میکنه که جناب هر نمازت در مکه مکرمه به 100,000 نماز، الله اکبر، یک نمازت به 100,000 نماز. بعد نماز به اصطلاح خاص هم که داری که به نماز بعد از طواف هست. در این حال روزه رو ما اینجا پررنگ میبینیم در حج. روزه رو چطور میبینیم؟ آقا کسی اومده وضع اقتصادیش خوب نشده، با خودش قربانی نه هدیه آورده. خب فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم. 3 روز شو در حج روزه بگیر، 7 روز شو بعد از اینکه برگشتی به کشور خودت روزه بگیر. در عین حال روزه یعنی چی؟ یعنی روزه یعنی ممانعت از حلال. بله. خب یک نمونه روزش این بود که ممانعت از خوردن، الان ممانعت از ناخن گرفتن، ممانعت از موسی گرفتن، ممانعت از لباس به اصطلاح لباس معمولی پوشیدن. همه اینها نوعی از تربیت بر روزه هست، بر به اصطلاح این چیزی که من دلم میخواد، نه، اون چیزی که حلال هست ازش دوری کردن. و انفاق، خب حج کلش هم انفاق هست، همش از وقتی که به اصطلاح فرد حرکت میکنه، نیت میکنه، پول جمع میکنه و در مسیر به اصطلاح انفاق میکنه. یعنی عبادت انفاق هم پررنگ است اینجا. همه عبادت ها رو ما میبینیم در حج هست و همه این عبادت ها یه ویژگی خاص داره که ما در عبادت میتونیم مثلا شیطان ما رو گول بزنه، ما عبادت رو بیاییم بکنیم شرک. اون عبادتی که اصلش ایمان هست
و تزکیه نفس هست. خود من اموالهم صدقه تطهرهم بها و تطهرهم و تزکیهم بها. اون انفاقی که باعث تزکیه نفس و پاکی انسان میشه میتونه شرک بشه. اون با چه هست؟ با نیت فرد، که فرد بیاد خب نیت کنه که به اصطلاح من هدفم اینه که مشهور بشم، که مردم بگن آقا بخشنده است، مردم بگن فلان. حج میاد چیکار میکنه؟ این فرد رو آموزش میده بر چی؟ ایمانا و احتسابا. این ایمان و احتساب یعنی فقط و فقط هدف از این ادای شعیره یا منسک یا عبادت باشه که خداوند امر کرده، و احتسابا فقط و فقط من خدام رو از خدا بخوایم میخوام. حالا که من پاداشم رو از خدا میخوام، یک باید مقدمه چینی باشه. اگر من با این لباس و با این شکل و قیافه برم حج، خب همه میبینن اوه آقای عمر اومده حج. پس نباید اینطور باشی. لباس رو بکن، خب لباس رو کشیدم یه شکل دیگه شد. خب برو موهات هم بکن، خب موهامو کشید اصلا چهره عوض شد. فرد مثل دیگران شو. اونجا دیگه همه مثل همن. شما برادرتون رو اونجا ببینید نمیشناسید. خب پس اونجا دیگه انسان آموزش پیدا میکنه بر چی؟ بر اینی که همه کارش رو هدفش خدا باشه. یعنی درس اخلاص. درس اخلاص و اطاعت. اطاعت به این معنا که من سرحالم میخوام که امروز 12 تا طواف کنم، نه 7 تا. مسعی خسته شدم 2 تا کافیه، نه 7 تا. هر چیزش همون طوری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پیامبران انجام دادن همون باید همونطور. اطاعت کامل. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن خذوا عنی مناسککم. ما از پیامبر یاد گرفتیم همون کاری که پیامبر میکنه همون کار رو انجام میدیم. و هدف از این کار اونجا غیر از الله وجودش تصور نمیشه. چرا که در این سیل خروشان مردم تو یک قطره هستی، یک قطره در مسیر دریا. این قطره چطور میتونه در این مسیر دریا بگه که من هم هستم؟ منیت اونجا کلا ذوب میشه، محو میشه، وجود نداره. انسان تربیت میشه بر چی؟ یعنی میشه اینطور میگوین که اونجا شخصیت کشی میشه؟ یعنی کل شخصی اون نفس انسان، نفسانیت انسان گم میشه. انسان میشه فقط خودش و اللهش. رابطه فقط و فقط با خداست. چگونگیش پیامبره. بنده رابطهش با خداست. حتی پیامبر در وسط این رابطه وجود نداره. رابطه بنده با خداش هست. اما این رابطه رو چطور برقرار کنه؟ به شیوهی که پیامبر برقرار کرد. از اونجا میگیریم. بله. چطور پیامبر این رابطه رو برقرار کرد، ما همینطوری برقرارش میکنیم. و در این میان بین من بنده و خدا هم هیچ کسی وجود نداره. و جالب اینجاست استاد رحیمی بزرگوار که انسان وقتی فکر میکنه هوا گرمه، واقعا گرم است، و مکه هم یک شهر شلوغ و همش کوه و صخره. اگه همین حج در مثلا در شمال افغانستان می بود، در بدخشان، با اون کوههای خوشگل و اون آب و هوا و اون چه لذتی داشت، دریا. اما خدا اینو رو نمیخواد. اگر کنار دریا می بود من میرفتم که بابا بریم یه دریایی هم میزنیم یه حجی هم میکنیم. اگر در نمیدونم کوهستان‌های بدخشان می بود میرفتیم اونجا یه کیفی هم میکردیم، اون جمال جنگلا و اونا و یه حجی هم میزن. اما خدا من نه، در جایی که در اونجا هیچ چیزی شما رو نمیکشه به اونجا مگر محبت الله و عبادت حج. یعنی هر انسانی چرا میره حج؟ امکان نداره برای چیز دیگه بره. خب شاید ما در مکه چند تا خویش و آشنا هم داریم،
بریم یه حجی هم بکنیم اونا رو هم ببینیم. نه، حتی تو مکه نمیخواد بری تو صحرا، تو بین کوها، بری تو اون کوهستان منا، بری تو اون کوهستان میدان عرفات، بری تو اون بین کوها در راه در مزدلفه که اونجا دیگه نیست. هیچ دیگه اونجا نمیگه که من رفتم خانه فلانی مهمانی گذاشتن برای ما. در عمره خب آدم میره، خب اونجا خیشا هستند و آشنا هستند، هم دعوتی میره و دید و بازدیدا هم میشه و عمره هم میشه بشه یه عبادتی، اما این برای شما فرض نیست. عمره رو خداوند فرض قرار نداد چون که تو مکه است، چون که تو اون هتل های شیک هست، چون که تو اون رستوران های شیک هست. نه، چی رو فرض قرار داد؟ چی رو رکن قرار داد؟ حج. الحج. خب حالا این حجی که من اومدم کجاست حج؟ الحج عرفه. حج عرفه دیگه. عرفه اونجا فقط تویی و خدات و خاطره اون روز که الستو بربکم قالوا بلا، و خاطره اون روز شاد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز این دین رو برای شما کامل کردم و به عنوان دین برتر برای شما انتخاب کردم. که اونجاست که انسان بعدش که میاد یه دعایی هست پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما یاد دادن که اصبحنا علی فطرة الاسلام و کلمة الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم و علی ملت ابینا ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. این دعا رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما یاد دادن که هر روز صبح و هر روز شام این رو بگید. اون وقتی که لذت میبری از این اصبحنا علی فطرة الاسلام، ما صبح کردیم بر فطرت اسلام. فطرت اسلام یعنی چی؟ یعنی بر راه و رسم کل پیامبران از آدم تا به خاتم. و علی کلمة الاخلاص. کلمة الاخلاص چی است؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. کلمة الاخلاص لبیک اللهم لبیک. و علی دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبر خاتم، و علی ملت ابینا ابراهیم. ما بر روی ملتی که هستیم ابینا ابراهیم و علی ملت ابراهیم حنیفا ولم یکن من المشرکین. حتی خداوند متعال ما رو میخواد که بر روی ملت ابراهیم. پس این ملت ابراهیمی است. امت محمدی ملت ابراهیمی کل بشریت رو در بر میگیره. ملت ابراهیمی وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی کل بنی اسرائیل، علمای بنی اسرائیل، پیامبران بنی اسرائیل، فرزندان اسحاق، از یعقوب و یوسف و داوود و سلیمان و موسی و عیسی و یونس و شعیب و همه رو بگیریم از اون خانواده. از این ور ببین حضرت اسماعیل و پیامبر خاتم. اینجا امتی هست، اونجا ملتی هست. همه ما این رو در بر میگیریم در چی؟ در همین عبادت حج، عبادت ویژه. تشکر. سلامت باشید. بازم اجازه بدین بریم به سراغ میان برنامه کوتاه. نه، اختیار ما دست شماست. تو شما خسته میشید برای یه میان برنامه کوتاه را میگیریم و برمیگردیم. با باشید. سحابات الكروب لبيك لبيك جئنا محرمين لبيك من كل البقاع لبيك يحملنا الحنين لبيك يا الله والشوق دوما ابتسام لبيك يا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بیننده های عزیز، با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما عزیزان هستیم و موضوع ما هست حج بستان عبادت. ابعاد مختلف عبادی حج را جناب دکتر عمرای عزیز مطرح کردن. قبلا در خلال صحبت‌هایتان شما به یک چیزی اشاره کردین که در سفر حج یا در عبادت حج هر حاجی باید بعد اخلاقی حج یا عبادت اخلاقی حج را مد نظر بگیرد. میشه کمی تفصیل تر در مورد عبادت اخلاق که در حج چقدر رنگین هست صحبت کنید؟ استاد رحیمی عزیز، واقعا حج یک آموزشگاه اخلاق هست. ما عموما وقتی میخوایم بچه های خودمون رو آموزش بدیم، نمیدونم حتی در کشورها میگن آقا سربازی میبرن، سربازی وقتی میبرن میگن میبرن آموزشگاه. آموزشگاه همیشه کجاست؟ بین کوها و دره‌ها و دور از شهر و اینا. دقیقاً حج یک آموزشگاه هست که افراد مختلف میان و یکی از مهمترین درس‌های که اینجا یاد میگیرن درس اخلاق هست. درست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من اتی هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه. کسی که اومد خانه خدا برای حج و اونجا نه فوشی داد و نه بدی گفت و نه دادی کشید رو سر کسی و نه عصبانی شد اونا جدال کرد، هیچ، این فرد رجع کما ولدته امه. یعنی اینجا به فرد آموزش داده میشه که جناب مهار دست خودت هست. اینی که میگه من از کوره در رفتم، نمیدونم، خود ما حتی در تعبیر خودمون وقتی میگیم فلانی این کار تا من کفری شدم، یعنی اینی که این صفتی که من انجام دادم این صفت مؤمنان نیست، این بدی که من کردم داد و فرده این صفت کافراست که من این صفت. چرا؟ حج میاد آموزشت میده که نه، مهار دست خودت هست. در حج ما آموزش میبینیم که اخلاق داشته بودیم، ادب داشته باشیم در برخورد با تمام کائنات، نه تنها با انسان. حج به ما میگه که با جمادات خلقتی هست مثل شما. خدا شما رو آفریده، خدا سنگ رو آفریده. درسته که پدرتون ابراهیم اومد سنگو شکست، ابراهیم سنگو نشکست، ابراهیم بتو شکست. بتی که سنگ به اصطلاح استفاده اشتباه شده بود، اون اشتباه رو ابراهیم شکست، نه سنگ رو، بت رو شکست. همین سنگی بود که اومد و ابرهه و فیلاش رو از بین برد. همین سنگ رو تو برا ببوسش. اگر این سنگ از بهشت بود، جماد هست، سنگ هست. ما میریم این سنگ رو میبوسیم، حجرالاسود رو میبوسیم. برای چی؟ برای اینی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بوسیدن. پس ما برای جمادات هم آداب و اخلاقی داریم، با رفتار با ارزش قائلیم. با همین سنگ میریم رمی جمرات میکنیم، میگیم بسم الله الله اکبر. پس این سنگ برای ما جمادات، یعنی ما یک اخلاقی به آموزش پیدا میکنیم که در مقابل کون و مکان ما رفتارمون درست باشه، رفتارمون برنامه ریزی شده باشه، رفتارمون دقیق باشه. هیچ جمادی رو نگذاریم خرابش نکنیم، در مسیر درست ازش استفاده کنیم. همینطور به ما یاد میده پرندگان تو آسمون، حق ندارید که پرندگان رو اذیتشون کنید. در اخلاق حج نباید پرندگان رو اذیت کنید. آقا رفتیم تو صحرا و دریا و خرگوشی پیدا کردیم، حق ندارید شکارش کنید. حق ندارید چرندگان و پرندگان رو اذیت کنی، حق نداری جمادات رو اذیت کنی. و یعنی ما وقتی که تربیت میشیم بر حسن اخلاق و رفتار با حیوانات و پرندگان و چرندگان و جمادات، دیگه انسان چه جایگاهی پیدا میکنه در پیش ما؟ هم نوع هست، برادر ماست در انسانیت،
برادر ماست هست در ایمان. اسلام و ایمان. پس ما اونجا یاد میگیریم که در مقابل تمام بنی آدم و بشر ما انسان باشیم و رفتارمون رفتار رحمت للعالمین باشیم. ببینید سوره ای که گفتیم حج تجلیگاهش هست الحمدلله رب العالمین. رب العالمین، نه رب مسلمانو. خداوند رب کی هست؟ عالمین هست. این خدایی که رب عالمین هست همه عالمین رو روزی میده. کافران رو روزی میده، بله. مشرکان رو روزی میده، بدا رو روزی میده، خوبا رو هم روزی میده. ما بندگان این خداییم. مایی که بندگان این خداییم دستورالعمل زندگی ما چه هست؟ رحمت للعالمین. ما رو خداوند متعال رحمتی برای عالمیان کرده. خب حج میاد ما رو آموزش میده بر این که در این حج همه انواع افراد هستن. ما هم که هستیم با یک شخصیت خاص خودمون هستیم. ببینید ما در زندگی در جایی که زندگی میکنیم یک عالمه هویت‌های مختلف و شناسه‌های مختلف داریم. فرد مثلا در ایران زندگی میکنه یا در افغانستان یا در هر جای دنیا، این مثلا هست کرد، یک هویت هست. سنندجی یه هویت دیگه هست. سنی یه هویت دیگه هست. مسلمون، سنی و شافعی، خب و نمیدونم هورامی زبانش. یعنی 7 8 9 تا هویت مختلف یه فرد داره. الان افراد مختلف در جامعه هستند با هویت‌های مختلف. خب در این جامعه باید چه باشه؟ زندگی همزیستی باشه. الان این همزیستی چطور به وجود میاد؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، خداوند متعال به پیامبرش میگه اگر تمام دنیا رو انفاق کنی نمیتونی که بین انسان‌ها الفت پیدا کنی، همدلی پیدا کنی. ولکن الله الف بینهم. اما خداوند این کارو میکنه. الان تصور کنید همین افراد مختلف، همین تیره‌های مختلف، همین نژادهای مختلف، همه اینا میان یه جا جمع میشن. بله. در اونجا اولین کاری که میکنن لباسشون رو میکشن، با لباسشون کل تیره‌ها و هویت‌ها ذوب میشه، یک لباس واحد میپوشن و یک صدای واحد لبیک میگن. همه اینها میشن هویت واحد. شناسه ما همه است اسلام، فقط اسلام. با این هویت میان و در این مدرسه اخلاق قرار میگیرن. در این مدرسه اخلاق حرکت میکنن بر جای پای کی؟ جای پای ابراهیم بتشکن. جای پای ابراهیم بتشکن که حرکت میکنن یعنی چی؟ یعنی ما از اینجا برمیگردیم تمام بت‌ها رو خواهیم شکست. بت‌های عادات و رسوم رو میشکنیم. بت‌های نژاد پرستی رو میشکنیم. اگر من احساس میکردم که من از دیگران بهترم، من چون فارسم از کرد بهترم یا کردم از فارس بهترم یا از عرب بهترم، شیطان میاد گول میزنه آدم ها رو. یا فلان زبانم هست از فلان یا بهترم، اینها رو من میشکنم. این یک بته، بتی است که شیطان در من تراشیده، بتی از اوهام هست. این اوهام و وسوسه ها رو من میشکنم. نه تنها این، من حرکت میکنم بر جای پای ابراهیم. ابراهیمی کی؟ ابراهیمی که اسماعیلش رو در راه خدا قربان کرد. اسماعیل برای ابراهیم یعنی چی؟ اسماعیل برای ابراهیم یعنی تکیهگاه زندگی. اسماعیل برای ابراهیم یعنی عصای پیری. اسماعیل برای ابراهیم یعنی همه چیز. فردا که من میافتم کی بلندم میکنه؟ همین اسماعیل. اسماعیل برای ابراهیم یعنی چشم روشنی، جگرگوشه. جگرگوشه من چیه؟ جگرگوشه من مال و ثروتم هست. جگرگوشه یعنی اون چیزی که من بهش بها میدم، اون چیزی که باعث میشد حضرت ابراهیم از فلسطین بلند بشه بیاد به مکه برای دیدن کی می اومد؟ برای دیدن فرزندش اسماعیل. اینقدر اسماعیل براش عزیز بود.
برای اسماعیل 80 سال انتظار کشید و دعا کرد و از خدا خواست و اسماعیل رو به دست آورد. این اسماعیلی که با این مشقت به دستش آورده دستور الهی است که ذبحش کن و ذبح میکنه، دستور رو عمل میکنه. من هم همین کار رو میکنم. اگر اسماعیل من مال و ثروتم هست در راه خدا قربانش میکنم. اگر اسماعیل من زن و فرزندم هست در راه خدا قربانش میکنم. اگر اسماعیل من منصب و جاه و مکان و شهرت اجتماعی که کسب کردم هست در راه خدا، از هیچ چیز در راه خدا دریغ نمیکنم. این مدرسه اخلاقی هست که در حج ما بر اون تربیت میشیم. افراد میان به حج تا یاد بگیرند که اینجا فقط الله رو باید دوست داشته باشن. اینجا فقط قصه چی هست؟ قصه یحبهم و یحبونه هست. مردم چه راهی رو انتخاب میکنن برای من مؤمن مهم نیست. برای من چه مهم است؟ برای من این مهمه که من خدام رو دوست دارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک حدیث بسیار عجیبی دارن که این حدیث یک حالت به اصطلاح روانی افراد، روحی روانی افراد رو معرفی میکنه که جناب 3 چیز هستن که اگر این 3 چیز در انسانی بودن اون لذت ایمان رو میچشه. یعنی ایمان یه لذت خاصی داره، یک خوشمزگی خاصی داره، اما این لذت رو کی میچشه؟ فقط اون کسایی که این 3 چیز رو داشته باشن. اولینش چی هست؟ من کان الله و رسوله احب الیه مما سواهما. محبتش فقط الله و رسول باشن. هر انسانی خودش رو دوست داره، جان خودش براش عزیزه، فرزندانش عزیزن، مال و ثروتش عزیزه، زن و فرزندش عزیزن، پدر و مادرش عزیزن، اما خدا و رسولش بالاتر از همه اینها. من کان الله و رسوله احب الیه. دیگران هم عزیزن اما محبت بیشتر، عشق و علاقه بیشتر، اون چیزی که سرشار محبت هست الله و رسولش هست. به خاطر الله و رسولش هست هر چیزی میگذره. نکته دوم، محبتش، معیار محبتش فقط الله و رسول باشه. کسی رو دوست نداره مگر برای خدا. اگر محبتی داره برای دیگران به خاطر چی هست؟ الله. به خاطر الله. اگر محبت الله نبود محبت نیست. یعنی مثلا اگر پدر و مادر آدمای درستی نبودن، مشرک بودن، حقشون جای خودش هست. صله رحم جای خودش، حقش رو 100% باید ادا کنه. اما آیا دوستشون داره؟ نمیتونه دوستشون داشته باشه. برای همین خداوند متعال ما رو امر کرد به بر والدین، نه به حب والدین. از ما نخواست که پدر مادرمون رو دوست داشته باشیم، از ما خواست که بر اونها رو ادا کنیم. آدمای نادرستی بودن، ما راه خودشون رو میرن، آخرش به جهنم میرن، به جهنم میرن. من برشون رو دوستی من معیارش فقط الله هست. نقطه سوم و اینی که بازگشت به عقب رو بلد نیست، عقب نشینی بلد نیست. برگشت به کفر، برگشت به جهالت رو پیشش منفورتر از اینه که در آتیش انداخته بشه. در آتیش انداخته شدن رو میتونه تحمل کنه، اما برگشت به کفر رو نمیتونه تحمل. اصحاب اخدود چی بودن؟ اصحاب اخدود مؤمنانی بودن که ایمان آوردن. بله. پادشاه گفت میسوزونمتون، تو آتش میندازمتون یا برمیگردید به اصل. گفتن هر چه باشه ما برمیگردیم. تو آتش اونا رو سوخت اما از دینشون برنگشتن. چرا؟ اون لذت ایمان بود که در قلباشون تجلی کرده بود. این حج ما رو میاد تربیت میکنه بر چی؟ بر همین 3 خصلت. همین 3 خصلتی که ما رو میکشونه به چی؟ به محبت الله. بله. محبت الله وقتی هست، ببین استاد رحیمی عزیز، وقتی که شما نگاه میکنید به حاجیان، در بین حاجیان افرادی رو میبینی که خودت موندی که خدایا این باید سالیان پیش تو قبر میبودا. افرادی که گذران زندگی اینها رو مچاله کرده،
چهره هاشون انگار که 200 سال عمر دارن، ضعیف و ناتوان و شکستن، اما میبینیشون که مثل آهو میدون. این فرد کی بود؟ این فرد همون فردی هست که وقتی تو خونهش هست، تو کشور خودش، 4 تا از بچه ها باید تکونش بدن تا به حمام و دستشویی برسوننش. اینجا دیگه هیچ چیز رو نمیشناسه، طواف میکنه. با چه طوافی؟ در مسعی میبینیش تعجب میکنی، در عیدان عرفات میبینیش تعجب میکنی، خدایا اینو با چه جرثقیلی آوردن اینجا انداختن. تصور نمیکنی که این انسانی که با این حجمش بتونه پاهاش اون رو تحمل کنه. میبینی که نه، از عرفات خوشش نیومده که منتظر باشه ماشین بیاردش به مزدلفه، خودش پای پیاده راه افتاده. بعضی جاها هست که سبحان الله، یعنی بعضی راه رفتن جزئی از عبادت حج هست. بله شما میتونید با ماشین به منا برید، با ماشین به عرفات برید، با قطار به مزدلفه بیایید و از مزدلفه وقتی میخواید بیایید رمی جمرات کنی چی؟ تو منات میرسوند، بعدش چی؟ این میدان رو باید حرکت کنی و میبینی که همه دارن میرن. چه چیزی اینا رو حرکت میده؟ اون عشق، اون محبت، اون مغناطیسی که اون رو کشید و آورد. خانه خدا مثل یک مغناطیسه، قلبهای مؤمنان رو از 4 سوی دنیا میکشه میاره به طرف خود. اینجا که اومدن بهشون یک نیروی عجیبی داره. یک علم جدیدی هست بهش میگن علم NLP. این علم میگه که آقا هر چیزی یک طاقتی از خودش انعکاس میده، یعنی یک قدرت و یک توانی تشعشع از خودش میده. مثل آتیش یک گرمایی رو از خودش میرسونه به اطراف، همه احساسش میکنن. میگه این قدرت و توان در همه چیزها هست و این مغناطیس و این قدرت و توان در چه هست؟ در حجر الاسود هست، در خانه خداست. که این مؤمنی که میاد چه هست؟ این مؤمنی که از شهر خودش اومده خسته و کوفته است، در اونجا با چه افرادی دعوا و مرافع نداشته، چه بیماری های نفسی که نداره، استرس داره، وسوسه داره، پریشانی ها داره، فلان داره، وقتی میاد در این موج قرار میگیره، در خانه خدا، اطراف خانه خدا حرکت میکنه، کل این بارهای منفی که هست همه تخلیه میشه، این یک انسان دیگه میشه. شما چی کنید؟ تجربه کنید که هر حاجی که از حج برمیگرده ازش بپرس که چطور بود حجت؟ میگه که ای کاش هر سال بتونم برم. این همه زحمت داشت، این همه دوری از خانه و خانواده و اینا داشت، اینا یادش رفت. در موج عشق قرار گرفت، در موج محبت قرار گرفت، کل اون بارهای منفی تخلیه شد، احساس یک لذت و یک آرامشی کرد که آرزوش هست که این هر سال تکرار بشه. جالب اینجاست که افرادی که حج نرفتن، شما وقتی میبینیش میگی ای بابا این بنده خدا چرا حج نرفته، تعجب میکنی. اما من از این تعجب نمی کنم که کسی که نرفته حج چرا نرفته. حیرتم وقتی میشه که وقتی کسی رو میبینم که یک بار حج رفته بار دیگه نرفته. کم افرادی هستن که توانمندی داشته باشن و بیش از چندین بار حج نرفتن. افراد زیادی هستن که توانمندی دارن و هرگز نرفتن. خیلی ها هستن توان دارن نرفتن چون که نچشیدند. کسی که مزهش رو چشید اون دیگه هر سال اگر بتونه میاد. در عربستان سعودی که کار عجیبی که حکومت میکنه، قبل از حج به چندین ماه هی تو موبایل ها
برای مردم پیام میفرستند که آقایون شمایی که رفتید به حج خواهشاً دیگه نرید. این حج به اصطلاح فرض بود، فرضتون ادا شده، نرید، بذارید که شلوغ است، مهمونای خانه خدا از کشورهای دیگه میان، برای اونا به اصطلاح شلوغی نشه، فلان نشه. همه هر تا این پیام میاد دلتش میکنند، حذفش میکنند، نگاش هم نمیکنند. خب شنیدم که در عربستان سعودی یک قانونی گذاشتن که آقا هیچ کسی رو اجازه نمیدن قبل از یک بار که حج رفت تا 5 سال دیگه حق نداره بره. بعد هم یک به اصطلاح حج رفتن از خارج عربستان سعودی خیلی ارزونتر از داخل عربستان سعودی. گرونش کردن، ممنعش کردن، نامه میدن، تو رسانه ها بهشون میگن نرید، اما مردم هر یکی دنبال اینه که چطور این قانونه رو بشکنم و برم. یه بنده خدایی رو دیدم برای سال چندمش میرفت حج. گفتم چطور میری؟ گفت یه سال خودم رفتم. بعد سال بعد برای خانمم نام نویسی کردم، گفتم که من محرمش هستم. سال بعدش دخترم رو گفتم باز محرمش شدم. سال بعدش دختر بعدی و محرمش. سال بعد به این صورت هر سال میره. بعد از 5 سال بعد میاد خانمش، 5 سالش تموم شد، باز میشه محرم خانمش و باز میاد. یعنی دنبال چرا؟ چون که این یه لذتی رو چشیده، الان نه قانون براش میتونه جلوشو بگیره، نه نمیدونم بگی که آقا به دیگران رحم کن. میدان خداست، من جای کی رو میخوام بگیرم؟ هر کی بیاد جایش باز. و جالب این همین طاقت و قدرتی هست. ببینیم آقای رحیمی عزیز، یه چیزی که کسی براش نمیتونه تفسیری داشته باشه مگر همین علم جدید NLP. این چی هست؟ حجر اسود این قدی است. خب 5 میلیون اومدن اونجا، همه هم میخوان بهش برسن و جای حجر اسود ببین چی شلوغی هست. آیا شما شنیدید که مثلا جای حجر اسود کسی کشته بشه؟ شنیدی که اونجا دست و پای کسی شکسته بشه؟ نه خیر. با این به اصطلاح شلوغی ما تو شهرامون میگن که آقا آش نظری پخش میکنن، هر بار 4-5 نفر کشته میشه، 10 نفر زخمی میشن، فلان چی میشن. کل افرادی که رفتن چقدرن؟ 300-200 نفر. اینجا چیه؟ مگر اینی که همین علم جدید بیاد بگه که آقا این قدرت و توان و تشعشع نیرویی که از به اصطلاح حجر الاسود و از خانه خدا هست، همه اینها رو، همه این گره ها رو باز میکنه. خب افرادی رو میبینه. یه بنده خدایی از اساتید دانشگاه بود، با ما گفت که مادرم گفت که باید من حجر اسود رو ببوسم. گفتم مادر جان قربانت، من با این قدرت و توانم اصلا از دور میرم میگم سلام علیکم، تموم شد رفت، من جرئت نمیکنم. گفت نه اگر نری منو نبری حج من نشده. مادر جان این به حج ربطی میگه نه تو نمیخوای منو ببری، بهانه میکنی. مادر پاهاشو تو یک کفش کرد که برم. میگه که منم مجبور شدم. گفتم من جلو میرم تو پشت سر من حرکت کن. میگه رفتم یه وقت دیدم که نفهمیدم خودم کجام، مادرم کجاست. خب مادر گم کردم، خودم رو گم کردم. وقتی رفتم یه جایی که به اصطلاح همیشه گفته بودیم که فلان جا اگه گم شدیم هم دیگه رو میبینیم، اومد چیکار کردی؟ رفتم بوسیدم. مادر من میگه که اونجا بودم گفتم که این مادره خودشو به کشتن میده. بعد دیگه من مونده بودم خدایا این مادر زنده میاد یا نه. نشده که اونجا کسی بمیره یا دست و پایی بشکنه. با همه این شلوغی میگیم 5 میلیون نفر به یه نقطه میخوان برسن و عبادتی هست، عبادت بوسیدن یا سنت بوسیدن حجر الاسود عبادتی هست که در یک آن واحد فقط یه نفر میتونه انجام بده. بله. در کل دنیا فقط یه نفره که میتونه ببوسه و هر کسی هم که رفت دیگه نمیخواد که سرشو دیگران میکشن. با تمام این ببینید که این مغناطیس و این طاقت و این محبت چه کار میکنه که تمام به اصطلاح
انسان رو همه عبادت رو تحت شعاع خودش قرار میده. واقعا تشکر جناب دکتر صاحب از این توضیحاتتان در مورد عبادت اخلاق که تجلی واضح و آشکار داره در سفر حج، در رکن پنجم، در عبادت حج. بدون شک همونگونه که قبلا اشاره کردین که حج شباهت با جهاد داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جهاد بدون شمشیر و نیزه عنوان کردن. یکی از علامه های جهاد البته این بوده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام غزواتشان تقریبا بیرون شدن از مدینه، بدر رفتن، احد رفتن خندق حفر کردن، غزوات دیگه که رفتن، این سفر داشتن. سفر هم واقعا انسان ها را، یعنی حقیقتشان را برملا میکنه. در سفر اگر کسی را میخوای بشناسی باید هم سفر او شوی تا بشناسی. در سفر حج وقتی که ما میبینیم افراد مختلف، شکل مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف، از یکی از اروپا آمده و یکی از آسیا و یکی از امریکا و یکی از افریقا با هم جمع میشون اینجا. چطور ممکن شده؟ یا واقعا محبت را که وقتی در میان حجاج آدم میبینه، ایثار، فداکاری، اما حجر الاسودی که شما میگین واقعا همچون مادرها یا پدران همچون وقتی میبینن که اونجا نیاز به کمک داره کمکش میکنن، میرسونن. یک سیاه‌پوستی آفریقایی، یک زردپوستی آمریکایی. این محبت از کجا در دل اینها میآید؟ در حالی که ما شاهد هستیم در افغانستان ما 2 افغان سر یک چیز بسیار عادی که درگیر میشوند به قتل انجام میابه. 2 عرب این شکل، قبایل عرب بین خودشان که درگیری رخ میده. شاید در هر جای دنیا باشه، اما اینجا میبینین محبت، ایثار، یک دیگر را به خود ترجیح میدن. اگر یک لقمه نان دستش آمده میخواد به کسی دیگه بده، بوتل آب دستش آمده میخواد به کسی دیگه بده. از کجای محبت در دل اینها جا میگیره؟ ببینید استاد رحیمی بزرگوار، در حج ما گفتیم که جهاد هست، اما یه جهاد عجیب، واقعا عجیب است. در جهاد اولین چیزی که شما نیاز دارید عصبانیته. باید عصبانی بشی. اگه عصبانی نشی جنگ نمی‌کنی. خب در اینجا عصبانیت ممنوعه. اصلا در دنیا پلیس و نمیدونم نیروی انتظامی یه چهره ای هست که مردم ازش زیاد خوششون نمیاد. واقعا بدون شک یک انسانی از اخمو موضوع به تو چیکار می‌کنی چیکار نمی‌کنی. طفلا را اگه بخوایم بترسونیم میگیم پلیس آمد. در حج پلیسی که اونجاست کارش چیه؟ خودش عرق میرسونه، نمیدونم چی گرفته که بس آب سرد روی مردم میپاشه، خودش عرق میرسونه، گلاب میرسونه روی مردم، نمیدونم آب میوه میده به مردم. میبینی پلیسی رو میبره حاجی به اصطلاح مونده هست. بله. اصلا تربیت یک پلیس و یک نظامی بر سنگدلیه، اینجا بر رحمت. در به اصطلاح جنگ، در جهاد زدن و به اصطلاح حرکت شدن است. بله. اینجا نه، اینجا لا جدال، اینجا اصلا ممنوع هست. خداوند متعال میفرماد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حتی مجادله کردن یعنی مناقشه کردن نه، همه چیز باید حل بشه. کسی آقا شما کوتاه بیا، داره به شما بد میگه، شما کوتاه میایید، خود به خود اون پایین میاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما میفرماند انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء و ان کان احق بها. من ضمانت میکنم به قصری در بهشت برای اون کسی که درگیری و نمیدونم مناقشه کردن و جر و بحث کردن رو ول کرد، در حالی که حقدارتر بود، یعنی حق داشت، حق با اون بود. و این جهاد حج ما رو میاد تربیت میکنه بر این که ما بعد از اون حتی با کافرا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، حتی مجادله‌ای که میکنیم باشون حرف میزنیم
جر و بحث میکنیم در چی؟ در جای دعوت با چی است؟ بالتی هی احسن. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. دعوت اینجا تربیت میشیم بر چی؟ بر اینی که ما حق به جانب هستیم اما حقمون رو تحمیل نمی کنیم. حقمون رو در یک پوشه یا غلاف یا یک جعبه بسیار خوب و زیبا به مردم تقدیم می کنیم. همین کار حضرت ابراهیم بود. حضرت ابراهیم مثلا وقتی که به نمرود گفت که به اصطلاح ربی خدای من اونیه که میکشه و میمیرونه، گفت من هم میکشم، من احیی و امید. گفت نه، چه مجادله نکرد. تو غلط می‌کردی، منو میکشی، تو می‌خواستی منو بکشی نتونستی. تو اگه میتونستی زنده کنی پدرتون زنده می‌کردی که نه، باش مجادله نکرد. گفت خب پس خدای من خورشید از شرق میاره، همیشه میاره، تو یه بار از غرب بیار. با خوبی و با رفتار و اخلاق خوب، این به اصطلاح آموزشگاه حج هست که ما رو برای این تربیت میکنه. دیگه شما اجازه ندادید که ویلا دیگه در حج به اصطلاح محور عبادی حج یک محوری هست که اگر ما بشینیم به اصطلاح سالیان سال روش بحث کنیم نمیتونیم. چرا که حج خلاصه و ماکت اسلام هست. این ماکت رو اگر ما باز کنیم کل اسلام رو اینجا میبینیم. تشکر، جزاکم الله خیرا. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده. با تکبیر خداحافظی میکنیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتی برنامه پایان رسیده. خداحافظتان بالله عزیز. تشکر از شما که تا این لحظات با ما بودید. همیشه ما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددکارتان. و تکبیرات یادتون نره. یه باید دادیم دیگه. امیدوارم اسمتشون نره. لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك ملء الكون يا مجري سحابات الكروب، لبيك لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين، لبيك يا الله والشوق دوما في اتساع، لبيك يا